دوست دارم. I love you. The term. Ich liebe dich. سنی بلند چی؟ سنی سیویروم. بعد دیگه تی اوکی. میشه جان خانم خوشگلم، من از شما سوال میکنم پایتخت کشورها رو شما ببینم بلدی یا نه. باشه؟ پایتخت فرانسه، پایتخت هلند، پایتخت ایتالیا، پایتخت آلمان. آلمان بابا. برلین. آره دخترم. آمریکا. ایران. 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 آره چی بود؟ تهران. آره. بعد خونه عزیزیانه. آره. بعد پایتخت هند. دهلی. ژاپن. چین. عراق. افغانستان. کابل. اسپانیا. بابا رو نگاه کن. اسپانیا. مادرید. باریکلا. بعد دیگه ولی شما بیشتر بلدی. بله. بعد گفتیم دیگه چی ها رو اندونزی. اندونزی. جاکارتا. دیگه چی؟ من دیگه آخه اسم کشورها رو همه رو یادم رفتش که این همه بلد بودی. ترکیه. استانبول. آره بابا استانبول. استانبول پایتخت ترکیه است. بعد دیگه خب دیگه چیا بلدی بگی واسه بابا؟ دیگه نمیدونی؟ حالا اجازه بده شعر چی بلدی بخونی واسمون؟ نه یه توپ دارم و که همه بلدن، قدیمیه. من باید بخونم. خب بخون یه توپ دارم. یه توپ دارم قلقلیه، سرخ و سفید و آبیه، میزنم زمین هوامیه، نمیدونی تا کجا. من این توپا نداشتم، هشتم و خوب نداشتم، بابام هم ایزی داد یه توپ قلقلیه. باریکلا دخترم، باریکلا عزیز دلم. خب دیگه چی میخواستم ازت سوال بکنم؟ دیگه خب اجازه بده صبر کن بابایی، به شما میدم. الان میخوام فیلم خوشگلتو بهت نشون بدم بگی چقدر قشنگ حرف زدی شما. بعد بهت بگم که شما چقدر خوشگل و نازی. این دختر من اسمش میشاه. یه خود هلندی هم با هم حرف بزنی؟ یه خود کوچولو. او هیچیه؟ میشاه؟ میشا کریمی. هواب دن یه دام؟ چند سالته؟ یعنی من پرسیدم ازش اسمتون چیه؟ گفتش میشا کریمی. حالا میگم چند سالته میشا جونم؟ نه خودت بگو. 3 سال؟ آره دیگه اینطوری. میشه یه سوال دیگه هم ازت میکنم. شما وقتی که رفته بودی مدرسه تو مهد کودک خانم معلمت ازت پرسید که واسه دکمه میخواستی بهش بگی دکمه‌مو ببند، چی بهش گفتی هلندی؟ نه قشنگ دستت اونجا بردار بگو. نه هلندیش چجوری گفتی؟ بلندتر بگو که این صدا تو